السلام علیکم بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتون میگردونیم. در استودیو قربانزاده قربان. دهم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر کانیبادام خط آب پولزی شاخاب دریای سیر برای آبیاری 2500 گکتار زمین دهه‌های سامانیان، کوچکک، فیضبار، بیک‌آباد و خمیرجوی را مورد استفاده قرار دادند. گزارش در این خصوص. دهم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر کانیبادام خط آب پولزی شاخاب دریای سیر برای آبیاری 2500 گکتار زمین دهه‌های سامانیان، کوچکک، فیضبار، بیک‌آباد و خمیرجوی را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات مذکور یکی از بندهای نقشه چاره‌بینی‌ها به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی بوده. با مورد استفاده قرار گرفتن آن مشکلات نارسایی آب پولزی در این منطقه پورا برطرف گردید. با سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که پایگاه آبکشی استقلال از دو خط آب پولزی عبارت بوده. آب از مسافه 9200 متر از بحر تاجیک تا زمین‌های کشاورزی انتقال می‌یابد. ضمن شناسایی با لایحه پایگاه آبکشی استقلال، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به کارهای ساختمانی و بندوبست بهای بلند دادند. تاکید کرده شد که مسئولین را میباید کار را در سمت آبیاری زمین‌های کارم جانا کرده احتیاجات کشاورزان را خوب به اعتبار گیرند. پایگاه آبکشی استقلالیت از دو خط قبرهای بلندفشار عبارت است و با تمام معیارهای معین صاحبی ساخته شده است. از این رو ما متخصصان را ضرور است که جهت ثمرناک استفاده بردن پایگاه آبکشی مذکور در تمام موسم آبگیری تمام خواجگی دهقانی این منطقه را با آب پولزی تامین نماییم. طبق اطلاع ریاست کشاورزی شهر کانیبادام، دسترسی بیشتر به آب پولزی امکان خواهد داد که از حساب زمین‌های بیکار خوابیده و از گردش کشاورزی بازمانده میدان زمین‌های کارم وسیع کرده شود. خواجگیداران و ساکنان شهر کانیبادام برای غمخوری‌های دولت به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری نموده وعده دادند که با درک بلند مسئولیت شناسی فعالیت کرده برای تامین بازار داخلی با محصولات تر و تازه سهم مناسب خواهند گذاشت. امروز ما بسیار روز خرسندآور شد. جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان تشریف آورده یک لایحه بینهایت اهمیتش کلان کشاده دادند. اینم باشد تامینات آب پولزی به زمین‌های بیکار خوابیده جماعت همراهی می باشد. این آب نه فقط این زمین‌های بیکار خوابیده و دیگر اهالی با هم استفاده برده می شود. آب استفاده برده جماعت حاصلناکی بلند کرده تامینات اهالی با غذای آذوقه‌وار تامین می‌نماییم. در همینجا سرور دولت از نمایش محصولات کشاورزی و خواجگی‌های شهر کانیبادام بازدید نمودند. اطلاع داده شد که خواجگیداران شهر با نظر داشت همه شکل‌های خواجگیداری امسال در میدان 14082 گکتار کشتی بهاری گذرانیدند. با دستگیری پیشوای ملت یک نقطه آب تامین کنی افتتاح یافت که با تامین شدن این زیاده از 2500 گکتار زمین هایی که سالهای پیشین با آب پولزی تنقیسی میکشتند آبیاری کرده شده، مشکلات موجوده پورا برطرف می شود و کشاورزان شهری کانیبادام از این دستگیری و غمخواری های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان باز خوبتر و بهتر مهنت کرده برای تامین امنیت و آذوقه‌واری مملکت سهم خود را میگذارند. کشاورزان تاکید داشتند که هر یک سخن سرور دولت را سرمشق کار خود قرار داده برای استفاده هر یک وجب زمین تلاش می نمایند. همین بود که سال روان اهل زحمت با ریانیدن حاصل فراوان در برابر تامین بازار داخله با میوه و سبزوات تر و تازه همچنین به خارج کشور محصولات صادرات نمودند. پیشوای ملت به اهل زحمت برای سهم نمایانشان در تامین امنیت آذوقه‌واری کشور اظهار سپاس نمودند. قابل به ذکر خاص است که شهر کانیبادام از منطقه‌های مهم اگراری کشور به حساب رفته شغل اساسی مردم کشاورزی و چارواداری می باشد.
10 سپتامبر در ادامه سفر کاری در شهر کنیبودم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در رسم مورد بهره برداری قرار دادن بینای نو و زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 اشتراک نمودند. 10 سپتامبر در ادامه سفر کاری در شهر کنیبودم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در رسم مورد بهره برداری قرار دادن بینای نو و زمانوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 اشتراک نمودند. بینای مکتب از 2 آشیانه عبارت بوده دارای 16 صنفخانه و کابینت‌های فنی از جمله خیمیا، بیولوژیا، فیزیکا، ماتماتیکا، زبان‌های خارجی، آمادگی ابتدایی حربی، اساس‌های کار با کامپیوتر، اینچنین حجره‌های کاری آموزگاران، کتابخانه و بایگانی میباشد. صنفخانه‌های مکتب با تکنولوژیا و واسطه‌های علم‌آموزی معاصر به مانند تخته‌های الکترونی و کامپیوترها تامین کرده شده است. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای نوی مکتب برای 640 خواننده در 2 بخش پیش بینی شده کارهای ساختمانی را کارگران و متخصصان شرکت‌های وطنی در اساس لایحه با سطح و صفت بلند به انجام رسانیدند. در این مکتب 29 آموزگار فعالیت دائمی می‌نمایند که 27 نفری آنها را بانوان تشکیل می‌دهند. اکثر آموزگاران این درگاه علم و معرفت جوانان میباشند. با دستگیری و راهنمایی پیشوای معظم ملت برای ما جوانان و دختران دهات امکان تحصیل در مؤسسه های عالی کسبی فراهم آمده است. من سال 2018 بعد ختم مؤسسه تعلیمی طریق کوتای پرزیدنتی به دانشگاه دولتی خوجند داخل گشتم و سال 2022 فاکولتیت بیولوژی خیمیا را ختم نموده دومین سال است که به حیث آموزگار در این مؤسسه فعالیت میبرم. پیشوای ملت در سخنرانی خودشان دایر به قانون درباره مقام آموزگار حرف زدند. این اقدام ما آموزگاران را وادار می سازد که نسبت به کسب خود سرطلب باشیم. در نائل شدن به موفقیت ها کوشش نماییم. چنین شرایط های مساعد تحصیل به ما امکان می دهد که برای تربیت نسل نورز و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان جد و جهد نماییم. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اثنای شناسایی از خوانندگان این مؤسسه تعلیمی دعوت نمودند که در زمان پیشرفت کلی در جهان از جمله رشد بی‌سابقه علم و تکنیک پیوسته پی آموزش باشند و در آینده همچون کادرهای بلند اختصاص در آبادانی و ترقیات تاجیکستان صاحب استقلال سهم ارزنده خود را گذارند. با تاکید پیشوای ملت هدف حکومت جمهوری تاجیکستان از بنیاد مؤسسه های معاصر تعلیمی در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت این به تعلیم و تربیت درست و جوابگو به استانداردهای بین المللی فرا گرفتن نورسان و جوانان می باشد. با توجه به این افتتاح مکتب رقم 48 که در سالگرد 90 استقلالیت دولتی راست آمد برای خوانندگان تحفه ارزشمند ارزیابی گردید و از آموزگاران و رهبریت مکتب دعوت کرده شد که با استفاده از شرایط خوبی در این مؤسسه مهیا گردیده به سطح و صفت تعلیم و تربیت نسل نورس توجه بیشتر ظاهر نمایند. من خدایبردی و السور اشتراکچی دوری ولایتی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است می باشم. ما نسل خوشبختی تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال سرفراز از آنیم که در دهه کوچکی ما چنین یک مؤسسه نوی تعلیمی بنیاد یافت. ما منتداری خویش را به پیشوای معظم ملت از صدق دل بیان می نماییم. بینای مؤسسه تعلیمی در دایره دستور سپارش‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان با مبلغ‌گذاری حکومت کشور بنیاد گردیده برای مکتبچگان دهه سامانیان جماعت دهاتی به نام رجب همرابویف پیش بینی شده است. طول چند سال اخیر خوانندگان این مکتب در مکتب کهنه در اداره یکی از تشکیلات‌هایی که در دهه نامبرده فعالیت میکرد مکتب عمل میکرد و البته نیاز به یک مکتب بنای تعلیمی نو احتیاج داشت. خوشبختانه در پرتو دستور سپارش‌های پیشوای ملتمان وابسته به بهداشت تعلیم و تربیت در ساحه معارف در دهه
انی مکتبی نو برای 640 نفر خواننده بنیاد گردید که البته این باعثی خیلی خرسندی کارمندان ساحه خصوصا جامعه آموزگاران مکتب و خوانندگان پدر و مادران و عموما ساکنان دهه گردید. در بینای نوی مؤسسه تعلیمی برای مشق و تمرین نمودهای گوناگون ورزش تالاری بر هوای ورزشی بنیاد کرده شده است که در ترغیب طرز حیات سالم میان خوانندگان و آماده نمودن ورزشکاران آینده نقشی اساسی خواهد داشت. در حولی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 میدانچه معاصر ورزشی برای فوتبال خرد، بسکتبال، والیبال و برای گذراندن درس‌های عملی آمادگی حربی یک میدانچه مخصوص دیگر ساخته شده است. 10 سپتامبر در شهر کنیبادام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در طربخانه نو زمانوی خاصیت که از جانب صاحبکار وطنی صاحب اسرائیل و بنیاد گردیده است چون آیین نیک انسان دوستی به 80 نفر نورسان یتیم شهر و ناحیه‌های کنیبادام، اسفره، جبار رسولوف، دیوشتیچ، سپیتامین و زفرآباد ولایت سوخت مجموعه سر و لباس یگانه مکتبی، لوازمات خانش پایافزال و مبلغ‌های پولی تقدیم نمودند. 10 سپتامبر در شهر کنیبادام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در طربخانه نو زمانوی خاصیت که از جانب صاحبکار وطنی صاحب اسرائیل و بنیاد گردیده است چون آیین نیک انسان دوستی به 80 نفر نورسان یتیم شهر و ناحیه‌های کنیبادام، اسفره، جبار رسولوف، سپیتامین، دیوشتیچ و زفرآباد ولایت سوخت مجموعه سر و لباس یگانه مکتبی، لوازمات خانش پایافزال و مبلغ‌های پولی تقدیم نمودند. ضمن صحبت صمیمی سرور دولت تاکید نمودند که حکومت تاجیکستان سرپرستی یتیمان را به عهده دارد و تا به حیات مستقلانه قدم نهادن آنها برای تعلیم و تربیت و به کمال رسیدنشان شرایط ضروری را مهیا می‌سازد. در جواب به این غمخوری شما را ضرور است که علم آموزید، دانش‌های زمان معاصر را از خود نمایید و در آینده فرزندوار و صادقانه به وطن و مردم کشور خود خدمت شایسته نمایید، تاکید داشتند پیشوای ملت. تا حیات مستقلانه گذشتنتان دولت بواسطه به شما کمکی خودش را می‌رساند. فقط طلب از شما همین است که شما خوانید، اعلا خوانید، زبان‌های خارجی را از خود کنید، آداب و اخلاقی بلند داشته باشید، کتاب‌های بدیعی خوانید بیشتر، در آزمون‌ها فعالانه اشتراک کنید. خواهید که آینده زندگی با برکت داشته باشید، خوانید. نورسان و جوانان یتیم با شکرگزاری از وطن آباد و پیشرفته اظهار داشتند که از غمخوری‌های پدرانه پرزیدنت کشور همیشه برخوردارند و چنین دستگیری‌ها آنها را وادار می‌سازد که در روحیه وطن‌دوستی و میهن‌پرستی تربیت یافته به کسب علم و دانش معاصر متخصصان ورزیده شوند و به نفع دولت و مردم خدمت نمایند. ما افتخار داریم، شکرانه میکنیم که در مکتب‌های زمانوی تحصیل میکنیم. جواباً به این گونه همکاری‌های اساسگذار سوخ وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان وعده می‌دهیم که مکتب را سربلندانه ختم نموده وارث ارزنده پیشوا شویم. محض دستگیری‌های بی‌نظیری پیشوای معظم ملت است که امروز ما نسل نورس در مکتب‌های زمانوی مجهز و شرایط خوب داشته تحصیل می‌نماییم. از این افتخار سرفراز هستیم که همیشه در برآمدهایشان پیشوای معظم ملت ما نورسان را آینده‌ساز ملت و گل‌های زندگی می‌نامند. مورد ذکر است که ضمن سفرهای کاری به شهر و ناحیه‌های کشور سرور دولت محترم امامعلی رحمان با چنین نفران ملاقات و صحبت نموده شخصاً از احوالشان باخبر می‌شوند. این توجه و غمخوری همیشگی سرور دولت باعث آن گردیده است که کودکان و نورسانی با امر تقدیر یتیم مانده همیشه زیر غمخوری قرار دارند. 10 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری به شهر کنیبادام با جریان کارهای ساختمانی در راه ماشینگرد کنیبادام کوچکک شنا شدند. گزارش همکارانمان. 10 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان
ضمن سفر کاری به شهر کنیبودم با جریان کارهای ساختمانی در راه ماشینگرد کنیبودم کوچکک شناس شدند. اطلاع داده شد که تطبیق لایحه بهتر نمودن راههای علاقه منطقوی و آسیای مرکزی برامم 4 ماه مارس سال 2023 آغاز گردیده کار در 4 منطقه ولایت سوخت از جمله کوروش بکوبود 12.3 کیلومتر، دهمای بابوجان غفورов 22 کیلومتر، بابوجان غفورov خسته‌ورز 6.6 کیلومتر و کنیبودم کوچکک 10.3 کیلومتر در مجموع با درازی عمومی 51.2 کیلومتر با مرام ادامه دارد. کارها را ما از ماه مارس 2023 آغاز کردیم. انجامیابی لایحه ما ماه مارس 2026 می‌باشد. از 4 منطقه عبارت است. عین حال در همه منطقه ها کارا آغاز شده رفته ایستاده است. از ما قرار داریم در منطقه کوچکک کنیبودم کارها در اینجا رفته ایستاده است. از من اسفالت پوشی کرده ایستاده ایم. امروز سفری جناب عالی به شهر کنیبودم هستند. از رفت ساختمان دیدن کرده دستور و سپارش‌هایی که دادن دستور و سپارش‌های جناب عالی را ما سرمشق کار کرده کوشش میکنیم که همین کارها را سر وقت با طلبات زمانه‌ای با طلبات بین المللی و سر بلند سپاریم. با توجه به اهمیت بین المللی این راه آن از روی درجه تکنیکی یکم و سیوم راهسازی بنیاد کرده می شود. در 4 قطعه نوشونده راههای ماشینگرد ولایت سوخت نوسازی 11 پل با درازی عمومی 457.3 متر نیز در نظر داشته شده است. مبلغ‌گذاری لایحه اسوسیاسیون بین المللی رشد گروه بانک جهانی بوده فرمایشگر وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان می باشد. ساختمان راه مذکور را شرکت راه آهنین در تاجیکستان خصوصی بر عهده دارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با لایحه نوسازی تاکید نمودند که راه مذکور اهمیت مهم داشته برای باز هم بلند گردیدن سطح نیکوحوالی مردم و رشد اقتصادی کشور زمینه علاوگی می‌گذارد. از این رو ضرور دانسته شد که به کارهای ساختمانی و استفاده محصولات با صفت دقت جدی ظاهر گردد تا که راه موافق با استانداردهای جهانی ساخته شود و سالهای زیاد به مردم خدمت نماید. بیشتر راهها که سالهای 1980 آخرین بار تعمیر شده بودند ما حالا شکرانه استقلالیت میکنیم که با دستگیری پرزیدنت کشورمون همین راهها همش از نوسازی کرده شده ایستاده برای خلق تاجیکستان شرایط‌های وسیع فراهم آورده ایستاده. ما کارمندان مؤسسه نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر همه وقت همه ساله حرکت میکنیم همین راههای شهر را در حالت درستیش نگاه داریم و برای بی ممانعت گذشتن راننده ها شرایط‌های وسیع مهیا نماییم. باید یادآور شد که سالهای پیش حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات در این راه با مشکلی صورت می‌گرفت. اکنون بعد پورا نوسازی گردیدن راه مشکلی‌های چندین ساله اهالی حل گردیده بعد این وسیله اینفراستراکتور راه و نقلیات به مراتب بهتر کرده می‌شود. پرزیدنت کشور ضمن صحبت با مسئولین و راهسازان دستور دادند که کارهای سازندگی را با مسئولیت بلند و سطح و صفت خوب اجرا نموده برای آبادی و رشد کشور سهم مناسب گذارند. در نوبت خود راهسازان به پیشروی ملت وعده دادند که تمام ملکه و مهارت کاری خود را استفاده نموده در بنیاد راه مذکور که اهمیت منطقوی دارد تلاش خواهند کرد. دهم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت در شهر کنیبودم کارگاه استحصال پایافزال جمعیت دارای مسئولیت محدود فراغت را مورد بهره برداری قرار دادند. دهم سپتامبر президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру навоҳии вилояти суғд дар шаҳри конибодом коргоҳи истеҳсоли пояфзоли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фароғатро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. коргоҳ дар масоҳати 230 метри мураббаъ бо саҳми соҳибкору самзода фирдавс бунёд шуда баъди ифтитоҳ 20 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. коргарон нозукиҳои кор дар дастгоҳҳои истеҳсолиро мустақилона ба тавлиди пойафзоли хушсифат машғул мебошанд. оянда бо роҳандозии кор дар дубаст шумораи коргарон то ба 45 нафар расонида хоҳад шуд. ҳар иқдоми хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба дастгирӣ ва имтиёзҳои фаровон ба соҳибкорон моро дучанд рӯҳ баланд намуда
талошҳоямон ро баҳри ободии ватан бештар месозад. аз ин рӯ мо тасмим гирифтем ки баҳри саҳм гузоштан дар амалишавии чорумин ҳадафи стратегии саноаткунонӣ бо суръати мамлакат дар шаҳри Конибодом коргоҳи истеҳсоли пойафзоли ҷДММ фароғатро мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳем. мо хеле сарфароз ва хушнуд аз онем ки корхонаи моро сарвари маҳбуби кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бевосита мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд ки ин барои ҳар корманди ин коргоҳ мояи ифтихор ва сарфарозист. мо ҳамаи талошҳои хешро баҳри он равона мекунем ки кишвари азизамон Тоҷикистон ҳарчи бештар ба дафъҳои стратегии хеш ноил гашта ба яке аз кишварҳои мутараққии саноатӣ табдил ёбад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз шароити корӣ ва раванди истеҳсолот дар коргоҳ ба сифати маҳсулот баҳои баланд дода ба фаъолият пардохтани ин корхонаро дар заминаи хуби рушди саноати сабук дар деҳот арзёбӣ карданд. дар коргоҳ 12 дастгоҳи пойафзолдӯзӣ, дастгоҳи гулпартоӣ ва дигар таҷҳизоти лозима дастрас ва насб гардидааст. иқтидори истеҳсоли коргоҳ дар як сол ба 50 000 ҷуфт пойафзол пешбинӣ шудааст. пойафзоли мардона ва кӯдакона барои хонандагон номгӯи маҳсулоти коргоҳ мебошад ки ҳама воридоти васкунанда аст. маҳсулоти коргоҳ хушсифат ва ба бозори дохилӣ рақобатпазир аст. сарвари давлат соҳиби коргоҳро ба зиёд намудани ҳаҷми истеҳсол ва ҷойи корӣ барои аҳолии деҳот ҳидоят намуданд. Koruma judayam nas. Aroz salonuma mebiyad yagam kambuti haymi nes mikutam mepursan. Kambuti bashad agar goyim agar daro mobayni duse rozanda hal mikunam. Judayam nas olikomoye neki bax micha pursanman. Baroyi janobi oli prezidentimova rahmatoy kalom migam ki hame qamoyi dastgiri kadar moro ba kor ta'min kardan. Ma xonanda bekor budim. من خدا شکر که اینقدر کار کردیم من خورسندم هر روز کابل رفتیم بیم همکارم و کارگرها هم باشم نه از آدمای دستگیری میکنن. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд ки барои таъмин намудани бозори дохилӣ бо пойафзоли чармӣ дар кишвар шароиту имконоти мусоид мавҷуд буда соҳибкорону сармоягузорон бо истифода аз имтиёзу сабукиҳои пешниҳодкардаи ҳукумати кишвар коргоҳу корхонаҳои нав таъсис медиҳанд. анҷоми ин тадбир имкон медиҳад ки воридоти пойафзол аз хориҷи кишвар коҳиш ёбад. баъди ифтитоҳи корхонаи истеҳсоли пойафзоли ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фароғат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаи бунёди истироҳатгоҳи маърифатии физикӣ математикии назди муассисаи таълимии махсуси ба номи Очилбой Ҷураев ки дар партави эълони солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бунёд мешавад шинос шуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин барои дар сатҳи баланду муосир бунёд намудани истироҳатгоҳи мазкур дастуру ҳидоятҳо доданд. 10 сентябр дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Конибодом муассисаи таҳсилоти то мактабии рақами 1 ба номи Нури Робияро ки аз ҷониби соҳибкори ватандӯст сарпарасти фонди хайриявии Музаффар Даврон Ҷураев аз нав бунёд шудааст мавриди истифода қарор доданд. гузориш дар ин хусус. 10 сентябр дар доираи сафари корӣ ба вилояти Суғд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Конибодом муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 1 ба номи Нури Робияро ки аз ҷониби соҳибкори ватандӯст сарпарасти фонди хайриявии Музаффар Даврон Ҷураев бунёд гардидааст мавриди истифода қарор доданд. Кӯдакистон ҳанӯз соли 1936 сохта шуда соли 1999 бинобар дар ҳолати садамавӣ қарор доштанаш вайрон карда шуд ва то ҳанӯз заминаш бекор хобида буд. боғчаи нави бачагона дар доираи вусъати корҳои бунёдкориву созандагӣ ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар масоҳати 1500 метри мураббаъ бо харҷи 6 миллион сомонӣ мувофиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ пурра навсозӣ ва ҷиҳозонда шуда он барои фарогирӣ ба таълиму тарбияи 180 кӯдак пешбинӣ гардидааст. мо имрӯз хушбахтона дар ифтитоҳи кӯдакистони рақамияки Нури Робияи шаҳри Конибодом қарор дорем. албатта бо шарофати асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо имрӯз дар ватани ободу ором зиндагониву фаъолият карда истодем. мо тасмим гирифтем ки боғчаи мазкурро пурра аз нав сохта ба шаҳри Конибодом тӯҳфа намоем. кӯдакистон ба номи модаркалонам
Ахмедова Робия номгузорӣ шудааст ва ӯ давоми 10-солаҳо дар вилоят яке аз занҳои фаъолони омӯзгорони давраи шӯравӣ ба ҳисоб меравад ва имрӯз ман фахр мекунам ки ман набераи чунин омӯзгор мебошам. Саҳм гузоштан барои рушди ҷомеа дар баробари ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин функсияи соҳибкорони муваффақ низ ба ҳисоб меравад ва мо тасмим гирифтем дар оянда низ таҳсилотҳои томактабӣ, мактабҳо ва варзишгоҳҳои нави муосирро сохта ба истифода супорем. бинои кӯдакистон аз 2 ошёна ва таххона иборат буда. Дар он корҳои сохтумонӣ ҳанӯз дар соли 2023 оғоз гардид ва имрӯз бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. дар рафти сохтумон беш аз 27 нафар сокини маҳаллӣ бо кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар саҳни кӯдакистони Нури Робия 2 айвончаи рангин ва 1 саҳнаи калон мавҷуд аст ки барои солимии кӯдакон ва гузарондани машғулиятҳо мусоидат мекунад. инчунин барои бозӣ ва дилхушии дӯстриякон таҷҳизоти наву замонавӣ насб гардидааст. айни замон 6 омӯзгор ва 6 мураббияи бо таҷриба ҷиҳати фарогирии кӯдакон ба таълиму тарбия, инчунин гузарондани машғулиятҳои гуногун ба кор ҷалб гардида, 12 нафари дигар ба ҳайси мушовири методӣ, ошпаз, табиб ва ғайра фаъолият мебаранд. ما تربیت‌دهندگان نسل فرداساز شکرگزار از آن هستیم که در چنین وطنی آرام و آسوده، آباد و زیبا و فضای صاحب استقلال وطن کار و اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ساحه معارف را یک از ساحه‌های افضلیتناک و کلیدی حسابیده جهت توجه و زینه تحصیلات تا مکتبی برای تشکل قابلیت ذهنی کودکان مرحله خیلی مهم به حساب می رود. از اینجاست که با دستور و هدایت ها و زحمت های شبانه روزی پیشوای ملت از آغاز سال استقلالیت تا به امروز صدها مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه های تحصیلات تا مکتبی ساخته و استفاده داده شده ایستاده است. ما جواباً با چنین غمخواری پیشوای ملت کوشش میکنیم که کودکان را در رویه وطن دوستی، احترام ارزش‌های ملی، مهنت دوستی، تعلیم و تربیت نماییم تا در آینده این کودکان دوسترایه که ما شخصیت‌های برآمد، خودشناس و خودآگاه، مسئولیت شناس، وطن پرور و مهنت دوست به کمال رسیده برای پیشرفت و شکوفایی وطنی عزیزمان خدمت‌های ارزنده و شایان نمایند. موجودیت تالار علاهیده برای گذراندن چهاربینی‌های فرهنگی، تالار ورزشی، حجره‌های کاری، آشخانه زمانوی، انبار برای نگهداری محصولات و حجره طبی از شرایط دیگر کودکستان محسوب می‌شود. اینچنین سیستم علاهیده گرمیدهی با مقصد فعالیت با صفت باغچه در همه فصل‌های سال آماده شده است. حجره‌های مشغولیت و راهروها با شعار و آوازه‌های افاده‌گر محبت و صمیمیت نسبت به وطن، قهرمان‌های افسانه‌ای آرا داده شده است که خاص دنیای کودکان میباشد. اینچنین برای بازی و دلخوشی دوستریکان تجهیزات نو و زمانوی نصب گردیده است. انشاء در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با مقصد تطبیق هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 نوسازی گردیده. در آن جهت رشد تعلیم و تربیت تا مکتبی مطابق به طلبات معاصر شرایط فراهم آورده شده است. شکرانه از آن داریم که در جمهوری آباد و آزاد زندگی میکنیم. شکرانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت امام علی رحمان داریم. شکرانه از آن داریم که در تاجیکستان آباد و آسوده زندگی میکنیم. 33 سال استقلال، 33 سال آبادی، 33 سال حیاتی پر از فکر و نشاطهای زیبا. ما معارفچیان عرض سپاس خود را به جناب عالی محترم امام علی رحمان میرسانیم که چنین کودکستانی زیبای و پرمنظره را به ما تحفه نمودند. تاکید کردن به مورد است که امروز در شهر کانیبادام 20 مؤسسه تا مکتبی فعالیت داشته. در آنها بیش از 1020 نفر کودک در اساس برنامه‌های دولتی تعلیمی به تربیت فرا گرفته شدند.
سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی به شرایط فراهم گردیده در بینای کودکستان با صاحبکار وطنی برای جانبداری و دستگیری‌های همه‌جانبه سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف اظهار سپاس نموده با مسئولان جهت استفاده باثمر از امکانات فراهم گردیده بهره تعلیم و تربیت کودکان در روحیه وطندوستی و افتخار ملی دستور و مصلحت‌های سودمند دادند. 10 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر کونیبادام بینای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 2 ستاره را پس از نوسازی افتتاح نمودند. 10 سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر کونیبادام بینای مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 2 ستاره را پس از نوسازی افتتاح نموده با شرایط آن شناس شدند. مؤسسه تا مکتبی به استقبال سزاوار 33 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و سهم صاحبکاران محلی بنیاد گردیده برای 240 نفر تربیت گیرنده پیش بینی شده است. در پرتو سیاستی معارف پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ولایت سوخت همساله کودکستان‌های زمانوی ساخته به استفاده داده شده ایستادند. عین حال در ولایت سوخت 286 کودکستان فعالیت می‌برد و 45346 نفر کودکان را به تعلیم و تربیت فرا گرفته است. در کودکستان 8 گروه عمل نموده به کودکان 11 نفر مربیه‌های با تجربه با تشکیل بازی‌های جالب و شوق‌آور مشغولیت می‌گذرانند. در باغچه بچگان تعلیم با زبان دولتی اینچنین روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. کودکستان مکان زیبای آرزوها شادی‌ها میباشد. جواباً به این غمخواری ما باز هم روح بلند گشته در اجرای وظیفه مقدس خود تربیت نسل سزاواری فردا صادقانه کوشش خواهیم نمود. شکرانه وطن آباد و آزاد و سروری ارزنده می نماییم. بگذار به بخت ملت پیشوای معظم ما سلامت باشند. اطلاع داده شد که مؤسسه مذکور از سال 1959 فعالیت خود را به راه مانده سالهای آخر در حالت صدموی قرار داشت. کارهای ساختمانی در بینای نو از سال 2022 آغاز گردیده مدت 2 سال با صفت بلند به اتمام رسانیده شد. در جریان کارهای ساختمانی یک گروه ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردیده بودند. در پرتو دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با دستگیری صاحبکاران محلی بینای نوی مؤسسه تعلیمی ما امروز مورد بهره برداری قرار داده شد. در مؤسسه تا مکتبی 8 گروه با فراگیری 240 تربیت گیرندگان عمل می نماید. جامعه مهنتی را 27 نفر تشکیل می دهد. ما اهل کارمندان از دستگیری و غمخواری های پیوسته روح بلند گشته با عزم و غیرت دوچند مهنت خواهیم نمود. به پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان جواباً به توجه دائمی عرض و سپاس منتداری خود را بیان می نماییم. بنا از 2 آشیانه عبارت بوده با طرح و اسلوب خاص معماری بنیاد یافته است. نمای بنا را گل‌های رنگارنگ، ارغنچک‌ها، ایوان‌ها برای گذرانیدن مشغولیت‌ها در هوای تازه، اینچنین دیگر تجهیزات برای فراغت کودکان پیش بینی شده زیب و زینت داده است. راهرو و دیگر دیوارهای مؤسسه رنگین و زیبا و با قهرمان‌های دوست داشته کودکان از فیلم‌های مشهور تصویری آرا یافته است. حجره‌های بر هوای مشغولیت‌ها و استراحت تربیت گیرندگان با رخت‌های خواب، جیوان، میز و کرسی و بازیچه‌های گوناگون مجهز بوده با ذوق و سلیقه بلند استتیکی و موافق به دنیای رنگین کودکان آرا یافته است. در همین جا کودکان به پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان صحنه‌چه کوتاه تئاتری نمایش دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به کودکان خوش‌طالع تحفه‌های ارزشمند تقدیم کرده با آنها صحبت صمیمی دایر نمودند. من قندک نیم سرخک و نیم زردک سنیکرسی آمریکایی در نزد من میگیری
بیاد. نامک من مهتابی сарравы автоби. Здравствуйте, здравствуйте. Я бы хотела приобрести иностранные сорта абрикосов. Я слышала, у вас в Таджикистане очень много вкусных фруктов. Правда ли это? Да, правда. Вы пришли по адресу. У нас только натуральные продукты, выращенные на наших полях. Вы можете сами попробовать, какие они на вкус. Бабаджоня, пошмогам чашида билет. Rahmat. Шахджахан Курбанов. شاهجهان مبارک برای بسی یا دیخوان بیزی بس شما با بسیار ناز میزیبه روی مالم چیلکم بسیار ناز جشن استقلال دولتی مبارک. سلامت باشید. سروری دولت ضمن شناسایی با شرایط فراهم شده در مؤسسه بهای بلند داده به مسئولین برای در سطح ضروری برای ماندن تعلیم و تربیت کودکان و در ضمیر آنها بیدار ساختن حس وطندوستی و خویشتنشناسی ارج گذاشتن بر رسم و آیین‌های مردمی دستور و هدایت‌ها دادند. دهم سپتامبر در ادامه سفر کاری در شهر کنیبادام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارخانه بندوبست میوه خشک جمعیت دارای مسئولیت محدود نیروی کند را مورد بهره برداری قرار دادند. همکاران ما در این خصوص گزارش آماده کردند. دهم سپتامبر در ادامه سفر کاری در شهر کنیبادام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کارخانه بندوبست میوه خشک جمعیت دارای مسئولیت محدود نیروی کند را مورد بهره برداری قرار دادند. کارخانه مذکور در دایره تطبیق سالهای رشد صنعت و شریکی دولت با بخش خصوصی از جانب صاحبکار نوروز یوسفوف در مساحت 401 زمین بنیاد کرده شده است. ما بسیار منتدار به اساسگذاری صلح و وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امامعلی رحمان که تشریف آوردن یکمش که دومش که بسیار دستگیری میکنن صادراتچیه. برای همین ما منتداری خود را با هم پرزیدنت و هم حکومت جمهوری تاجیکستان میرسونم که همین خیلی کارخانه‌ای کشیدنش با یاردم خود را دریغ نمی‌دارن. تصمیم گرفتیم که وابسته به استراتژی دولت که ساحه صنعت را حاضر رشد داده ایستاده است تصمیم گرفتیم یک کارخانه بندوبست میوه خشک که در تاجیکستان میوه خشک بسیار است و اشیاء خامش بسیار تلف می‌یابد. ما تصمیم گرفتیم یک کارخانه بندوبست کشیده برای صادرات همین میوه خشکی که ما داریم همین صادرات به تیار کنیم. هدف اساسی ما 1000 تن در یک سال کار کرده. این سال اساساً با دولت‌های اروپا برآوردن. ما حرکت کرده ایستادیم که با بازارهای اروپا و دیگر بازارها طرفهای دبی حرکت کرده ایستادیم که هم متخصص تیار کنیم هم متخصص ساحه فروش و هم متخصص ساحه مارکتینگ با همینه یک مجهز ما باید معرفی کرده همین محصولات خودمون معرفی کرده بروریم. کارهای ساختمانی در کارخانه ماه دکمبر سال 2023 آغاز گردیده با جلب 20 کارگر از ساکنان محلی در مدت 9 ماه با صفت بلند انجام یافته است. برابری با فعالیت آغاز نمودن کارخانه نیروی کند 25 نفر از ساکنان محلی با جای کار و معاش خوب تامین گردید. با پیشروی ملت
محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که سمت فعالیت کارخانه مذکور کارکرد و بندوبست زردآلوی خشک بدونک بوده، اقتدار استحصالیش 1000 تن در یک سال می باشد. مواد خام برای کارخانه از خواجگی‌های دهقانی شهرهای کنیبادام، اسفره و ناحیه اشت خریداری کرده می شود. تجهیزات نصب گردیده محصولات را با صفت بلند و جوابگو به طلبات استانداردهای جهانی کار کرد و بندوبست می کند. در خط استحصالی کارخانه مذکور شستن میوه خشک با نوها جدا و کار کرد و نهایت در قوطی‌های مخصوص بسته‌بندی کردن آن انجام می‌یابد. من خود قلب سیده خانم در کنیبادام زندگی میکنم. ما خرسندیم که همین کارخانه ما کشاده شده، پیشوای ملت ما جناب عالی آمده کشاده دادن، باید ملت دار ما همین ما زنکای خانه که در خانه میشیشتیم همه ما کار که تامین کرده زندگی ما به پیش آورده شدیم، ما مینتدار هستیم. من رحمت و زلفیره هستم، زنی خانشین هستم. مینتداری خودم را به پیشوای ملت میرسانم که چنین تشکیلات های را برای زنهای خانشین افتخار کردند. ما در اینجا کار فعالیت کرده زندگی خود را پیش برده ایستاده ایم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با امکانیت‌های کارخانه به صفت کارهای ساختمانی و نقش آن در تامین جایهای نو کاری بهای بلند دادند. در کارخانه علاوه بر بنای آن همچنین دیگر انشاءات یاری رسان از جمله انبار برای نگهداری محصولات خام و تیار موجود است. طور ذکر گردید امتیازهای فراهم گردیده و دستگیری‌های دولتی و حس بلند وطن‌دوستی صاحبکاران را برای بنیاد کارخانه‌های صنعتی و تدبیرهای سازنده هوسمند کرده است. در صحن حوله کارخانه نمونه مال و محصولات این کارگاه صنعتی به نمایش گذاشته شد. ساحه صنعت در رشد اقتصادیات ملی نقش مؤثر داشته، تأسیس کارخانه‌های نو، مهیا کردن جایهای کاری، افزون نمودن نامگوی محصولات رقابت‌پذیر و صادرات آن به نیکو احوالی مردم مساعدت خواهد کرد. در 8 ماه سال 2024 از طرف کارخانه‌های استحصال کارکرد و بندوبست میوه خشک 6055 تن میوه خشک کارکرد و بندوبست کرده شده است. از آن جمله در مقیاس ولایت 100,000 تن میوه‌جات استحصال و از آن 42800 تن به خارج کشور صادرات کرده شده است که اجرایش نسبت سال گذشته 166% را در بر میگیرد. مورد ذکر است که با بنیاد کارخانه‌های صنعتی و استفاده از اقتدارهای موجوده حجم استحصال محصولات صنعتی با مراتب افزایش یافته، در این زمینه امکانیت زیاد برای رشد منبعده ساحه به وجود می آید. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اخبار به انجام می رسد. موفق و خانه باد بمانید.